هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که کلی دلشو صابون زده بود تا ساندویچ خورا رو جمع کنه و سالگرد قلمبا کردن انقلاب رو جشن بگیره. 22 بهمن امسال مظهر اتحاد ملی است. من توصیه‌ام اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت با شکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. اوضاع به قدری خراب بود که مجبور شدن برن ساندویچ خورای نیجریه‌ای بیارن تا خیابونا خالی نباشه. تیوی ریشم طبق معمول زد تو خط آرشیو خوری، اما حواسش نبود که مردم مچشو میگیرن. بچه اینجایی که میبینید میدون امام ساریه، خب پخشش هم زده زنده. ببینید اینجا زده زنده. ما الان توی میدون امامیم. بذارید برم میدون امامو بهتون نشون بدم. اینم میدون امامه. کلا اینقدر جالبه نه؟ اینجا چند نفرن؟ اینجا کلا اینقدر. همون جایی که تصویر شده ببینید. این بز بیاری آخوندا رو حتی اسبا هم تشخیص دادن و رم کردن. ظلم ستم سحرگاه آمریکا یک حامیت آمریکاست، نماد شیطان لعین آمریکاست، محور هر جنایتی آمریکاست با مشت‌های گره کرده. بسیجی هم برای که نشون بدن این جفتک پرونی بخشی از برنامه بوده، خودشون هم جفتک پرونی کردن. یه عده لومپن بسیجی هم از زور بیچارگی شعارهای مردم رو دزدیدن که البته گل به خودی بود، چون در واقع رسید دریافت شعار رو دادن. این سیرک ولایت تا دلتون بخواد مسخره بازی بود. یه نمونهش رو خودتون ببینید. یه پرستوی صادراتی رو هم آوردن تا اینجوری برای عظما بازارگرمی کنه. اولین بار از لندن اومدم، اوکی؟ و فقط به عشق رهبرم، به عشق ایران، به عشق رهبر فرزانم اومدم و آرزو دارم ایشون رو یه بار ببینم، چون گفتن اتحاد ملی ایران یه رهبر داره، رهبر حکیم، رهبر عاقل. مردم هم تصویر این نجم آرپیجی رو دادن به هوش مصنوعی و معلوم شد طرف همه از اپوزیسیون های دستساز عظما بوده. استقلال ایران رو میخوای؟ بلند شو، حرفای من اگه به ضررت قبول نکن. جوونا چند بار دنیا میاید؟ چند بار دنیا میاید؟ یه بار چشمتو به هم میزنی میبینی 50 سالت شد معتاد و در به در و بیچاره. بلند شو، نترس. و هم به آیت الله BBC زنگ میزده و از راه دور از عظما دفاع میکرده. نیلوفر از لندن خیلی کوتاه اگه بتونی بگی که راه حل الان چیه و ایران باید برای آزادی این 5 سرباز چیکار کنه؟ البته از شانس بعد من بازم دیر آمدم روی خط، ولی فکر میکنم دولت ایران اولا داره نهایت رفتار سیاسی رو به درستی انجام میده، اما ملت ایران و دولت ایران باید خیلی هوشیار باشه که جنگ 8 ساله ایران و عراق بازم با اون سیاست‌های گذشته به این شکل برای ایرانی‌ها به وجود نیاد. حالا بشنوید از مردم که اینطوری به عظما تو دهنی زدن. درود بر شرف مردم اصفهان. شب 22 بهمن حتی یک نفر روی صندلی‌ها ننشسته.
درود بر شرف مردم است. یکی از شگفتی‌های راهپیمایی امسال ساندیسخورا این بود که به طور ناگهانی کتلت سلیمانی هم در راهپیمایی شرکت کرد. کتلت می‌خوری؟ کتلت می‌خوری؟ آقا خانم کتلت. کتلت می‌خوری؟ کتلت می‌خوری؟ کتلت می‌خوری؟ این که میبینید بسیجی‌ها در مقابل کتلت واکنش خاصی ندارن، علتش اینه که عظما هم از قبل کتلت شدن سلیمانی رو پذیرفته بود. واقعا اگر حاج قاسم تو رخت خواب میمرد یا تو تصادف میمرد یا اواخر سینه‌اش ناراحت بود دیگه، شیمیایی بود، مشکل بود، با این ناخوشی ها اگر میمرد آدم قصهش میشد. حاج قاسم باید همینجور کتلت میشد، حقش بود. حالا که به اینجا رسیدیم یادی هم بکنیم از این مصاحبه تاریخی. بیستمان مهمن مبارک. بیستمان مهمن مبارک. بیستمان مهمن مبارک. بیستمان مهمن مبارک. مشنگستان این هفته رو با یکی به دوی خمینی ملعون و پاسدار نقدی مشنگ شروع میکنیم که بدون شرحه. شما یک جمله، فقط یک جمله، اگر از امام که رهبر انقلاب بودن آوردید که تصدیق کردن و خواستن که برید مثلا بشکنید، آتیش بزنید، اگه دیدید، اگه گیر آوردید از هر کدوم از رهبران انقلاب، از هر کدوم از شاگردان امام، یک عبارتی که تایید کنه که جایی رو با آتیش کشیده باشن، دادپیمانی کنید، منفجر کنید جایی را که مال دولت هست و رها کنید اینها را، اگر میتوانید بکشید اینها را. خیلی خری، خود خری، نه اینکه مثل خری، اصلا مصدری، معنی مصدری میده، خر بودن تویی. البته خر جلوی این ارشمیدسه. مثلا این خر رو ببینید چه باهوشه. آخوندا و سلبریتی های ولایت مدار از مدت‌ها قبل زمینه چینی می‌کردن که جشنواره زجرشون رو پر رونق کنن. به نظر من شرایط فوق‌العاده عجیبی توی ایران نیست اصلا. اتفاق عجیبی نیفتاده. یه نمایش زودگذر خیابانی بود که فقط تعداد خیلی خیلی کمی از مردم باورش کردن. اونایی که تفاوت بین مجاز و واقعیت رو تشخیص نمیدن. اما جشنواره‌شون تو زرد از آب در اومد و خودشون مجبور شدن اینطوری براش بازارگرمی کنن. آقای فخیمزاده عزیز، بعضی از هنرمندان نه هنرمند نیستن، بعضیا دارن یه جوری فضا سازی میکنن که این چراغ جشنواره فجر یا چراغ سینما ایران بی رونق باشه. خیلی از سینماگرا رو داریم خونه نشین شدن به خاطر این فضا. نوسیه شما چیه؟ والا جشنواره فجر اینجوری چراغ نفتی نیست که خاموشه، فوتش کنی خاموش. جشنواره فجر سالها بوده و ریشه پیدا کرده، با اینجور چیزا خاموش نمیشه. وضعیت به قدری قاراش پیش بود که کارگردان یه سازی میزد و تهیه کننده یه سازی دیگه. حال من خیلی خوب نیست. ما که خیلی خوبیم، امیدوارم شما که خیلی خوب باشید. آخرش هم کسی نیومد و پاچه خارها به همدیگه وعده سرخرمن دادن. به هر حال ممنون که تشریف آوردین دوستان هنرمند من، آقای میان، همه، حالا بخوام اسم بیارم خسته نباشید واقعا.
اونایی هم که نیومدن انشالله سال دیگه میبینیمشون. این طرف حواسش نیست که تا سال دیگه خبری از جشنواره زجر نیست و اونایی که از این جشنواره جایزه گرفتن هم جایزه‌هاشون رو انداختن تو آب. اون سینمایی که من فکر می‌کردم باید بهش برسیم این چیزی نیستش که الان هست. سینمایی که عملا نهادهای وابسته به قدرت و نهادهای امنیتی دارن اون اداره می‌کنن. من قطعاً دیگه توی سیستم تمامیت‌خواه، سیستم آدمکش و جنایتکار دیگه فیلم نمی‌سازم و هیچ وقت توی هیچ جشنواره‌ای که این سیستم بخواد برگزار بکنه دیگه شرکت نمی‌کنم. تیویریش هم برنامه ارتباط با مردم راه انداخته. بیننده‌هاش اینطوری سر کارش گذاشتن که من برای صرفه‌جویی در مصرف گاز لامپای اضافه رو خاموش کردم. خیلی ممنون از اینکه همراهی میکنید تو این مدیریت بحران. این پرت و پلاگویی‌های آخوندا درباره آب و برق و گاز سوژه طنزهای اینترنتی هم شده. گاز سرمایه ملی است. بیایید با خاموش کردن یک لامپ در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. ستاد مواضع مقدس. این هم یه شیوه دانش بنیان برای مقابله با سیل و زلزله. یک اشاره کنه سیل میخوابه. و مرحوم آقای خونساری گفتن حاج آقا سیل اومده تا بالای رودخانه گرفته تو فیضیه پر شده از آب، میترسیم سیل بیاد تو حرم بیبی، میترسیم قوم و سیل ببره. فرمود منو درشکه سوار کنید ببرید. آوردن لب رودخونه، دو تا کلمه دعا خونده، آب دهنش ریخت تو رودخونه و گفت آقا جون یک ساعت بعد دیدیم آب رفت پایین. مرحوم آقای نجفی می‌فرمود که خدمت من خودم دیدم زلزله 8 ریشتر تو قم از زمان من بود. 8 ریشتر همون وقت نماز شب حاج آقا بود. اومد که خدمت تو حرم 8 ریشتر کل قم خراب میگه. من دیدم خدمت تو عرض کنم امام عصر تو حرم ایستاده لگد زد به زمین گفت اینجا قم ها حرم ماست. ساکت شو. اگر تو خونتون آکواریوم دارید سریع جمعش کنید. چرا؟ حجت الاسلام جنشناس جواب میدهد. با سلام خدمت همه عزیزان. موجودات غیر ارگانیک یا همون جن بخوان با ما ارتباط برقرار کنن و برای ما مزاحمت هایی را ایجاد کنن نیاز به ابزار و عوامل مادی داره. عزیزان، یکی از عوامل مادی و ابزارهای مادی که باعث میشه موجودات غیر ارگانیک حضور پیدا کنند در اون محل و در اون مکان، یعنی کارت دعوتی است که ما براشون میفرستیم، وجود آکواریوم در منزل و در خونه هستش. مشنگستان این هفته رو با این قطعه کوتاه به پایان میبریم که به هیچ وجه فانتزی نیست و روایت مصور یک خاطره از بسیجی‌های مشنگه. سلام داشت جونم، خوبی؟ یه عکس از ما می‌گیریم آقا برای خانواده‌ام بفرستم. سلام برادر، خوبی؟ تاعتت قبول باشه. اسمت چیه برادر؟ اجاقلو، قوچلی اجاقلو. به به، چه اسم زیبایی. فدای شما بشن. قربونت برم. آماده یه عکس بگیریم. 1 2 3. شهید قوچلی اجاقلو با RPG میره عکاسخانه. در همون عکاسخانه ایشون بعد از این عکاس میگه 1 2 3 ماشه را میچکانه و عکاسخانه میره هوا. سکانس پایانی خبر تو خبر به یه ترانه رپ قیامی اختصاص داره که خودش گویای همه چیزه. بهشون حکم داده حمله کنید سمت مردم بیگناه دست خود، ولی فایده نداره دیگه پیری ضد تحت و معلم دینیم دزدین همتون طلای ایرانو بردین، روسیه لبنان و لیبی خلیج فارس شده خلیج چینی، میشنوید پشتم شعار و ریتمیک مرد دیکتاتور اصل حاضر بچک و بساط با فور و تکنیک، میریم مردونه جلوی تیربار تو رگمون عشق تو قلبمون ایمان، بعد از کشتن تک تک قاتل و میلیونی میریم تا مزار نیکا، مزار مقصا مزار حدیث هممون مشکی میپوشیم واسه نوید، صد و ویلا که عذاب و ماتم تو غم مادر پشوانیم شریک، 1500 نفر تو آبان خیلی های دیگه مون هم واسه امسال شما رو کشت
خیابان